السلام علیکم برادرم. در کنج شین و کمی فکر کن. آیا خودت را دوست می‌داری یا اینکه دنیا را؟ و البته که جواب را می‌یابی. یافتی؟ نه، خودت را نه، دنیا را دوست می‌داری. اگر تو خودت را دوست می‌داشتی، به چه روزایی می‌رسی؟ آدمی بهترین آن کسی است که سحر از خواب خود می‌خیزد و 4 رکعت نماز می‌گزارد و در حق ملت و وطن و زندگی خود دعا می‌کند و در حق پدر و مادر خود هم دعا می‌کند و بعدا از پی کار خود می‌شود. برای همین حرکت می‌گوید از تو حرکت از من برکت. خداوند تعالی چنین گفته است: هم در راه خداوند باشید و در راه زندگی هر دوش رو کرده نگو، هم نه این بید می‌شود نه این خوب. برای همین زندگی کن و 4 رکعت نماز خود را گذار و از دسترس زندگی خود شو و دیگر بر هیچ کسی کار نگیر و نه کسی به تو کار گیرد. همین کم ترک نصیحتی که می توانستیم به شما کردیم. به رحمتی که یا رب